رزمندگان با تهاجم غافلگیرانه به نظامیان اسد بیش از 20 تن از آنان را به هلاکت رساندند و مواضع آنان را تسخیر کردند. تمكنت كتائب الثوار في منطقة القلمون من السيطرة على رزمندگان در منطقه قلمون مرکز نظامی زهور را که بر روی جاده کفریابوس و تیبه در حومه دمشق قرار دارد تسخیر کردند. همچنین رزمندگان موضع نظامی سریه را که مسئول پست‌های بازرسی نیروهای اسد در این منطقه است تسخیر کردند. رزمندگان گفتند در یک تهاجم ناگهانی به نیروهای اسد در این منطقه بیش از 20 مزدور دشمن را به هلاکت رساندند و تعدادی را زخمی کردند. رزمندگان پیروزی‌های جدیدی در قلمون در حومه غربی دمشق را رقم زدند. رزمندگان ارتش آزادی در این نبردها تعدادی از مزدوران عراقی از تیپ موسوم به ابوالفضل العباس را به اسارت گرفتند. همچنین میزانی تسلیحات و مهمات به غنیمت رزمندگان درآمد. اما در دمشق بین رزمندگان و نیروهای اسد درگیری‌های شدیدی در جریان بود. رزمندگان ارتش آزادی مراکز دشمن را در منطقه قزاز با 7 موشک هدف قرار دادند. در جریان این تهاجم تعدادی از مزدوران اسد کشته و مجروح شدند. بر اساس گفته شبکه اخبار شام 4 موشک به داخل ساختمان نظامیان اسد و 3 موشک به اطراف آن اصابت کرده است و آمبولانس ها برای انتقال کشته ها و مجروحان راهی این منطقه شدند. آتش نبردها در منطقه جوبر دمشق نیز همچنان شعله‌ور است. در نبردهای شدید این منطقه تسلیحات سنگین مورد استفاده قرار گرفت. درگیری‌ها تا اطراف منطقه قابول نیز کشیده شده است. در این درگیری‌ها تعدادی از مزدوران اسد به هلاکت رسیده و شماری از رزمندگان به شهادت رسیدند. پس از نگاهی به نبردهای لاذقیه، شهر ساحلی سوریه به حلب و حمص می‌رویم، مناطقی که رزمندگان ارتش آزادی نظامیان اسد را آماج تهاجمات خود قرار دادند. استهدف الثوار بصواريخ الجراد رزمندگان تجمع نیروهای اسد در شهرهای مختلف حومه لاذقیه را با موشک‌های گراد هدف قرار دادند. بر اثر این تهاجم تعدادی از مزدوران اسد به هلاکت رسیدند و تعدادی مجروح شدند. اما در شهر لاذقیه رزمندگان ارتش آزادی مواضع نظامیان اسد را با خمپاره هدف قرار دادند. هواپیماهای اسد نیز شهرک سلما و جبل الاکراد در حومه شمالی را بمباران کردند و تعدادی از شهروندان بیگناه را به قتل رساندند. رزمندگان در شهر حلب یورش نیروهای اسد برای پیشروی در محله خالدیه و میدان شیخان را در هم شکستند. همزمان درگیری‌های شدیدی در جبهه اشرفیه در جریان بود. اما در غرب حلب مقر اطلاعات هوایی توسط رزمندگان با توپ جهنم هدف قرار گرفت که در اثر آن تعدادی از نیروهای اسد به حرکت رسیدند. در نزدیکی سیفات در شرق حلب نیز رزمندگان یک دستگاه توپ نظامی اسد را با موشک هدایت شونده هدف قرار دادند. توپ را منهدم و تمام خدمه آن را به هلاکت رساندند. نظامیان اسد همزمان منطقه مناشر را با بشکه‌های انفجاری بمباران کردند. در جنایت مشابهی جنگنده‌های اسد محلی ورد در حمص را بمباران کردند که منجر به کشته شدن تعدادی از مردم بیگناه شد. در حومه شمالی حمص درگیری‌های شدیدی بین رزمندگان و نیروهای دشمن در جریان بود. در این نبردها تعدادی از رزمندگان به شهادت رسیدند. تعدادی از مزدوران اسد نیز به هلاکت رسیدند. همزمان رزمندگان ارتش آزادی مقرهای نظامیان اسد در اطراف این روستا را با خمپاره مورد تهاجم قرار دادند. رزمندگان ارتش آزادی در قنیطره در آماده باش ماکسیموم هستند و میگویند قنیطره را به گورستان مزدوران حزب الشیطان و رژیم آخوندی تبدیل خواهند کرد. همزمان با تنش‌ها و تحولاتی که در منطقه قنیطره و جولان رخ داد و بعد از هلاکت خرمهره‌های پاسدار رژیم آخوندی و حزب الشیطان، نیروهای اسد شروع به انتقال نیرو و امکانات به مقر فرماندهی تیپ 90
و بلندی شهر و پادگان طلائع و برخی از روستاهای این منطقه کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. فصائل تابعه للجيش الحر في القطاع الشمالي. رزمندگان ارتش آزادی در بخش شمالی برای برخورد با هر گونه حمله احتمالی از طرف نیروهای اسد و مزدوران حزب الله و رژیم ایران و شبه نظامیان مزدور اسد آماده می‌شوند. به اذن خدا آماده هر حمله‌ای هستیم. ارتش آزادی در مناطق آزاد شده قنیطره در تمامی جبهه‌ها از جنوب تا شمال آن آماده باش ماکسیموم اعلام کرده است تا با هر گونه تحولات نظامی محتمل برخورد کند. یکانهای شناسایی ارتش آزادی تمام تحرکات نیروهای اسد و شبه نظامیان حزب الشیطان را با دقت تمام زیر نظر دارند. نحن في القطاع الشمالي. ما در بخش شمالی استان قنیطره خط دفاعی اول هستیم. انشاءالله اینجا را به گورستانی برای مزدوران حزب الله و سگان و حزب مزدور ایرانی تبدیل خواهیم کرد و به شبه نظامیان اسد میگویم به اذن خدا شما را زیر پاهایمان له خواهیم کرد. رسولا تحت اقدامنا باذن الله. بعد از شکست‌های سنگین در استان درعا و ناکامی نیروهای اسد در مقابل رزمندگان، درگیری و تصفیه در صفوف نظامیان دشمن و شبه نظامیان آن بالا گرفته است. وفي درعا دائما نفذت مصادر مطلعة في مدينة إزرع بحدوث إطلاق نار مكثف. منابع آگاه از شهر ازرع در درعا خبر دادند در داخل مقر فرماندهی لشکر پنجم ارتش اسد بعد از تصفیه افسرانی با درجه بالا به اتهام جاسوسی برای ارتش آزادی صدای تبادل آتش شدیدی شنیده میشد. از طرف دیگر رزمندگان یورش نیروهای اسد برای نفوذ به شرق شیخ مسکین را در هم شکستند و در اطراف ساختمان برق درگیری‌های شدیدی به وقوع پیوست. پس از اینکه رزمندگان گردان مهندسی و گردان شست ضد زرهی اسد و انبارهای فرعون و کارخانه اکسین در نزدیکی شیخ مسکین را به تصرف خود درآوردند، در جبهه سمدین و زمرین درگیری‌های میان رزمندگان و مزدوران دشمن به وقوع پیوست. در جنوب شهر هما نیز درگیری‌های شدید بین شبه نظامیان اسد در دو روستای طرفدار اسد رخ داد که در جریان آن نزدیک به 30 تن از دو طرف کشته شدند. از طرف دیگر هلیکوپترهای دشمن شهر لطامنه را با بشکه انفجاری بمباران کردند که منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان شد. اما در پهنه سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت ترکیه در سیاست خود در قبال تحولات سوریه تغییری نداده است و راه حل جامع سرنگونی رژیم اسد است. او تأکید کرد ترکیه همچنان از خواستهای خود دفاع می کند. این خواستها شامل ایجاد منطقه پرواز ممنوع، ایجاد مناطق امن و آموزش رزمندگان میانه‌رو سوریه است. اردوغان اضافه کرد دولت آمریکا با موضوع آموزش رزمندگان موافقت کرده است، اما در اجرای درخواست‌های دیگر ترکیه مردد است. کودکان قوطه شرقی در حومه دمشق با وجود همه ویرانی‌ها و بمباران‌های دشمن با آوازهای خود رژیم اسد را به چالش می‌کشند. آیا انقلابی که کودکانش اینگونه می‌خروشند از بین رفتنی است؟ Hey!
غصب عنك يا